سلام و درود خدمت حضار گرامی و با تشکر و سپاس فراوان از تمامی عزیزانی که در برنامه ریزی جهت برگزاری و مدیریت این کنفرانس سهیم هستند و با امید به این که در آینده چنین کنفرانس هایی در خاک وطنمون برگزار شود. بدون شک انقلاب زن، زندگی، آزادی، ژن، ژیان، آزادی، المرأة، الحیات، الحریه که با قربانی شدن ژینا امینی شروع گردید، فریادی رسا و طنین انداز علیه ظلم و ستم مضاعف جمهوری اسلامی علیه زنان و به خصوص زنان ملیت‌های غیر فارس که از ساده ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. میگویم مضاعف چون رژیم جمهوری اسلامی در واقع امتداد همان رژیم دولت ملتی است که عرب‌ها، کردها، ترکها، بلوچها، لرها، ترکمن و گیلک را در 100 سال گذشته در معرض انواع ظلم و ستم و آزار و اذیت‌ها قرار داد، به نحوی که این مردمان در سرزمین‌های خود شهروند درجه 2 و 3 تلقی می‌شوند. اما انقلاب ژن، ژیان، آزادی به خوبی توانست چهره کریه جمهوری اسلامی، این جمهوری که هویت آنها خون آشامت را برملا کند. امیدوارم امروز در این کنفرانس بتوانیم جوانب جدیدی از انقلاب زن، زندگی، آزادی را کشف کنیم و از آن چه رخ داد درس ها بیاموزیم. همچنین جا دارد از عزیزانی که جان، آزادی، مال و موقعیت خود را در معرض خطر قرار دادند قدردانی و تقدیر کنم و برای روح کسانی که در این راه قربانی و شهید شدند طلب آمرزش و مغفرت و رحمت کنم و برای آزادی تمام عزیزان زندانی، تمام زندانی های سیاسی ما دعا میکنیم که هرچه زودتر آنها از زندان های سیاه جمهوری اسلامی آزاد شوند. و کوتاه سخن این که این کنفرانس در واقع اعلام این است که انقلاب ژن، ژیان، آزادی یا زن، زندگی، آزادی ادامه دارد تا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی منحوس ادامه خواهد داشت. و اینک توجه شما را به دیگر برنامه ها جلب میکنم و در این اولین سخنران ما در پنل 4 که راههای حفظ انقلاب ژن، ژیان، آزادی، آرمانهای انقلاب، رفیق روزا ثابت هستند و من مقدار مختصر از رفیق روزا صحبت میکنم که ایشون روزنامه‌نگار و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر اهواز می باشد، هجیمی الاهواز، که در سال 1381 با آغاز به کار در روزنامه همسایه ها در اقلیم اهواز فعالیت و کار روزنامه‌نگاری خود را در بخش گزارش نویسی آغاز کردند. روزنامه همسایه ها که به سرعت جایگاه خود را میان خوانندگان باز کرد و در چند استان همجوار نیز توزیع میشد، به دلیل مواضعی که در انتفاضه نیسان 2005 که معروفه، اگه عزیزانی که از انتفاضه نیسان اطلاع ندارن میتونن در گوگل نیز سرچ بفرمایند که در سال 2005 در الاهواز چه گذشت. در 20 آپریل نیسان میگن که بر مردم عرب اهواز گرفت. این روزنامه متاسفانه توقیف و تعطیل شد. سپس
روزا ثابت فعالیت‌های خود را در زنجیره‌های انسانی در مخالفت با انتقال کارون، خشکی عامدانه هورالعظیم پی گرفت. با تشکر مایک را میدم خدمت روزا ثابت. ممنونم. صدا هست رفقا؟ سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و تشکر میکنم از همه دستاندرکاران این کنفرانس که واقعا زحمت خیلی زیادی کشیدن برای برگزاری و همه امور و تشکر میکنم از دعوتشون. رفقا من صحبتمون در 2 بخش خلاصه کردم و ما بین این 2 بخش یک ویدیو پخش میشه که یه بخشی از ویدیو مربوط به بخش اول صحبت‌های منه و یه بخشی از ویدیو هم مربوط به صحبت‌هایی که بعد از ویدیو خواهم کرد. بخش اول یه مختصری از در واقع حالا ما در مورد آرمان ها که صحبت میکنیم قرار هست در مورد آلترناتیو ها هم تا حدودی بحث کنیم. قطعا یکی از اصلی ترین آلترناتیو ها برای در واقع راه های اصلی حفظ انقلاب و آرمان هاش وجود یک آلترناتیو قوی است که با ایمان به مسیری که آغاز شده، با اون عزیزانی که جانشون رو از دست دادن، اونهایی که الان در سیاهچال‌های جمهوری اسلامی ایران محبوس هستند و اونهایی که دچار آسیب‌های جسمی و روحی و روانی شدند، در واقع باید این آلترناتیو این شمول رو داشته باشه و بتونه در واقع همه اینها رو در بر بگیره و بر این آرمان‌ها پایدار بمونه. و این آلترناتیو باید از دل همین کسانی در بیاد که در تحت بدترین و بیشترین تبعیض‌ها، رنج‌ها و کشتارها و در یک کلام تحت استثمار و استعمار داخلی بودند. تمام این سالها، حالا من فقط به بحث جمهوری اسلامی ایران میپردازم چون به هر حال ملت‌های تحت ستم همونجور که میدونیم قریب به 1 قرن هست که تحت این ستم‌ها قرار گرفتن. خب در پاسخ خیلی از مدعیان میگن که خب همه در جمهوری اسلامی ایران تحت ظلم و ستم هستند. یعنی جواب بسیاری از فارس‌ها یا مرکزگراها به ما این هست وقتی در مورد ظلم و ستم ها صحبت میکنیم. منتها من میخوام این افراد رو به 3 گروه تقسیم کنم. باید ببینیم که اهمیت داره که ما بفهمیم این عدم نفی، یعنی این نفی و انکار از کجا میاد و در مورد چه چیز هست. حالا من این 3 گروه رو مختصرا میگم. ببینید یه افرادی هستن که عامدانه در پی انکار هویت سایر ملت ها هستند به نفع یک دولت، یک ملت، یک زبان، یک فرهنگ و در واقع در صدد یکسانسازی هستند به هر بهایی. طبعا استفاده از این امتیازات و رانت‌هایی که از قبل این یکسانسازی نصیبشون میشه باعث میشه که اونا عامدانه بقیه رو انکار کنن که به طور مشخص طرفداران رژیم جمهوری اسلامی ایران هستن و سلطنت طلب‌ها. اینا که دیگه خیلی واضح در این گروه جای میگیرن. عده دوم اونایی هستن که به علت عدم آگاهی واقعا مصادیق این تبعیض‌ها رو نمیدونن و اثرات مخرب و جبران ناپذیری رو که یعنی از کودکی، یک کودکی که در حاشیه متولد میشه، واقعا از کودکی اینا این رنج‌ها رو تجربه میکنه تا بزرگسالی، تا لحظه مرگ و واقعا بعضی اصلا متوجه اینا نیستند و همینجوری یه چیزی به گوششون رسیده و توتیوار تکرار میکنند. همون گروهی هستن که باور بفرمایید این جوک نیست که تمامیت ارضی رو با رزه مینویسن. یعنی اونایی که با من بحث میکنن سر این قضیه بعضا با من چت میکنن، تمامیت ارضی که دارن ازش دم میزنن با رزه مینویسه دیگه. حالا این بماند که معناشو حتی وقتی املاشو نمیدونه چجوری معناشو میدونه، اینو من نمیدونم واقعا. بعد میگم باور کنید جوک نیست، جدی میگم.
بعد گروه سوم اونایی هستن که از منظر کدخدامنشی به قضیه نگاه میکنن، یعنی یک اتحادهای چشم بسته همینجوری سرسری، این نفی تبعیض، نفی ستم‌ها، همه هم ارجاع میدن به تجربیات شخصی خودشون. مثلا میگن که نه ما اصلا ما با مدرسه میرفتیم با این عربا و اینا، با اصلا هیچ ما نمیدیدیم کسی به جای اینکه به رنج و تبعیضی که او تجربه کرده گوش بدن و سکوت کنن، میان از تجربیات شخصی خودشون که حالا شاید هم واقعا ندیدن، نمیدونم، البته خیلی بعیده یا واقعا چشاشون رو بسته بودن، به هر حال میان به جای اینکه به تجربیات شخصی اون افراد گوش بدن، تجربیات شخصی خودشون رو بازگو میکنن. و ببینید تا زمانی که این سه گروه این واقعیت ها رو اونگونه‌ای که هست نپذیرند و به سیستماتیک بودن این تبعیض، ببینید این نکته خیلی اهمیت داره و من صحبتام به نوعی به صحبت‌های ملیس و روژین عزیز مرتبط هست. ببینید تا به سیستماتیک بودن این نابرابری ها و به صورت مضاعف اذعان نداشته باشن و رانت فارس بودن یا مرکزگرا بودن، یکسانسازی، غارت منابع حاشیه به نفع مرکز و ده‌ها امتیاز دیگری که از قبل نفی و انکار این هویت‌ها در واقع نصیبشون شده، تا اینا رو کنار نذارن، تا به اینها پشت پا نزنن، تا تلاشی برای مبارزه با اونها نکنن، این اتحاد بی‌معناست. این هر آلترناتیوی هم که از سمت اونا مطرح بشه بی‌معناتر. ببینید مثلا ما خیلی مواجه شدیم با این مسئله که مثلا حالا چرا من تاکید دارم روی سیستماتیک بودن این مسئله، چون شما وقتی میگید که ما به طور سیستماتیک تحت تبعیض هستیم، خیلی هستن که با جمهوری اسلامی ایران هم مخالفن، ولی میگن که نه دیگه مثلا خوشسالی بوده دیگه، خب شما دچار بی‌آبی شدین، یا مثلا فرهنگ شماست که مثلا زنا رو سر میبرید یا مثلا فلان میکنید، یا این شما خب یه مش آدم بی سواد هستید که به خاطر اینکه تحصیل نکردین، سواد ندارین، نتونستین جایگاه مناسب رو در اجتماع یا در اقتصاد یا در سیاست کسب کنید. ببینید همه رو به خود ما برمیگردونن و منتسب میکنن، ولی اون نقطه مهمش همینه، نکته مهم اینجاست که اونها بپذیرن که ما به شکل سیستماتیک تحت این تبعیض‌ها هستیم و بعد البته شرحش بسیار مفصله که چطوری این سیستم عمل میکنه که واقعا تو این پنل نمی گنجه. من امیدوارم یه فرصتی بیاد که ما در مورد نوع این سیستمی که باعث شده این تبعیض‌ها علیه ما اتفاق بیفته صحبت کنیم. در واقع ما باید بپذیریم که این رژیم جمهوری اسلامی از کجا، جمهوری اسلامی ایران داره از کجا تغذیه میشه، همون میشه آلترناتیوش. داره از کجا تغذیه میشه؟ این رژیم همونطوری که میبینیم از سرکوب ملت‌ها، به خصوص زنانی که در حاشیه هستن و اشکال مختلف سرکوب زبانی، سرکوب ملی، فرهنگی، از طریق فقیرسازی، سرقت منابع طبیعیشون قدرت گرفته. پس آلترناتیوش هم همونجاست، یعنی از دل همینا در میاد. همین اقشار فروده است و تحت تبعیض و ستم در واقع از دل همینا بیرون میاد و در نهایت هم منجر به سرنگونی و نابودیش میشه. ببینید درسته که ما مجرم اصلی را هم در این ساختار ستم و تبعیض رژیم آپارتاید جمهوری اسلامی ایران میدونیم، اما افرادی هم در بطن جامعه هستن که حالا به اصطلاح حالا یا نام اپوزیسیون دارن یا حتی بعضی وقتا افراد عادی جامعه که در این تبعیض‌ها و رنج‌هایی که بر ملت‌های غیر فارس روا داشته میشه نقش دارن و تا زمانی که این نقش رو نپذیرند هیچی درست نمیشه. یعنی منجر به استمرار و قدرتمند کردن همون سیستم میشه وقتی اونا نتونن در واقع این ساختار ظالمانه رو انکار نکنن و نفیش نکنن. بعد تا زمانی که افراد این گفتمان و ادبیات ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران رو استفاده میکنن، تا زمانی که حق طلبی ملت ها تحت عناوینی به عنوان به خطر انداختن تمامیت ارضی و تجزیه طلبی سرکوب میشه، در واقع اصلا تجزیه طلبی اسم رمز سرکوب شده برای ملت ها. تا زمانی که امنیت رو در یکسانسازی و یک شکل بودن و این چیزها میبینن،
اونا هم ماهیتشون فاشیستیه به نظر من. همون ماهیت جمهوری اسلامی رو پیدا میکنن، ماهیت فاشیستی جمهوری اسلامی ایران رو. من میخوام خواهش کنم که اینجا شما ویدیو رو ببینید، بخشش در مورد همین صحبتایی که کردم و یه بخشش هم در مورد نقش زنان در انتفاضه هایی که انتفاضه به معنای قیام هست که در اهواز اتفاق افتاده. حكاية العرب، احنا عايشين هنا عرب، احنا لسان مالنا عرب، نحب الشركة عربي، انا عربم، بيت كام نميدم، انا اللي بميجي، اذا كان منطقة بيجي عربي انا عربم، ماشي بالزاي میزنیم، میام خونه، الان 5 سال بیکارم. به خاطر قومیته، به خاطر قومیته، باید فامیلی تو عوض کنی، اصلتو عوض کنی، به خاطر چی یک کاری بهت بدن. من اصل دوستاشونو دارم که اینجا نصب شده بود. تانک آوردن اینجا، مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب میرفتیم نون میخریدیم. دهان عربا بدم میاد به هر شکلی است. بعد از عربا از هر چی خارجی بده. صادق هدایت می نویسد مردم عرب سیاه‌چرده، کثیف، بیمار، زشت، جاهل، ظالم و دیو صفتند. نادر نادرپور عرب‌ها مردمی سیاه‌چرده، وحشی و غیر انسان معرفی می کند و در برابر آن فردیت ایرانی را جای می دهد که آفریننده تمدن روشنگر ایرانی و وابسته به آتش، زرتشت، خورشید و نوروزند. که عرب حمله کرد به ایران ما سیاه شدیم، ما مثل عرب ها لخت و برهنه شدیم. رفقای متشکرم. رفقای عزیز، همونجور که دیدین ببینید یک چیزهایی در اهواز اتفاق میفته که ببینید من خودم الان دیدین که به طور عمومی در مورد تبعیض سیستماتیک علیه همه ملت ها صحبت کردم، ولی فکر میکنم شکلی از تبعیض که علیه ملت عرب اعمال میشه به نوعی متفاوت هست. دیدید که روشن فکران جامعه فارس به خودشون اجازه میدن در کتبشون، در منشوراتشون، در رسانه‌های رسمی علیه ما چنین واقعا چی بگم چنین چیزایی بنویسن. و اینکه میخواستم اینم بگم که جزء فرهنگ ملت عرب هست که در حالا قیام ها اینا کل میکشن زنان، و همونجور که دیدین در آخر انتفاضه آتش که در تابستان 1400 اتفاق افتاد، زنان این نقش رو داشتن که در واقع ترغیب میکنن مابقی مردان و سایر زنان رو که در واقع مشارکت فعالتری داشته باشن در قیام. خب من اگه بخوام راجع به این انتفاضه صحبت کنم خب خیلی به درازا میکشه و امکانش نیست. فقط بگم که انتفاضه سال 1384 به دلیل اینکه باز در یک رسانه رسمی، این ویدیویی که دیدید در دفتر روزنامه اطلاعات در خیابان نادری اهواز هست که به دلیل توهین هایی که به در روزنامه اطلاعات رسما به عرب ها توهین کرده بود، میتونید در اینترنت سرچ کنید ببینید. و رفسنجانی هم در نماز جمعهش بازم گفت ما اصلا در ایران عرب نداریم، یه کولی هستن و همجوری. آره
حالا اون اصلا حساب رفسنجانی و سیستم و اینا جداست، ولی ما داریم راجع بعد اطلاعات اون زمان، مثلا روزنامه اطلاعات امروز نبود که مثلا حالا بگید خود دست مثلا جمهوری اسلامی، اون زمان افراد دیگری هم اداره میکردن روزنامه اطلاعات رو و اینجور نبود که شما فکر کنید که حتما مثلا عوامل جمهوری اسلامی این مطلب رو نوشتن، نه اینطور نبود. خب حالا من میخوام رو همین مسئله عرب ستیزی سیستماتیک و اهمیت نفیش در استمرار انقلاب و داشتن آلترناتیو صحبت کنم. ببینید کودکان عرب از کودکی تا بزرگسالی واقعا مجالش نیست من توضیح بدم که چه تبعیض‌ها، توهین‌ها، تحقیرها رو تجربه میکنن، چه بلاهایی بر سرشون میاد. شما در این ویدیو دیدید که میخواستم اینو بگم که شاید ملت‌های دیگه در سرزمین خودشون، مثلا ملت کرد در خود کردستان، اینقدر واضح و روشن و رو در رو این تبعیض رو تجربه نکنن. تبعیض سیستماتیک رو چرا، ولی تبعیض از سمت تک تک افراد جامعه. اینکه یک عرب میره به وضوح بهش میگن که مثلا چون تو عربی یا چون فامیلت عربیه بهت کار نمیدیم، واقعا من فکر نمی کنم جای دیگه ایران، یعنی جغرافی ایران، این اتفاق بیفته. شاید اون بلوچ که میره توی تهران لباس بلوچی پوشیده مورد اهانت قرار میگیره، مورد تبعیض قرار میگیره، ولی بعیده که در سرزمین خودش چنین اتفاقی براش بیفته. ولی مسئله ما اینه که ما در سرزمین خودمون، در همون اقلیم اهواز هم با این چیزا مواجه هستیم. چرا؟ چون که ما صنایع بسیار بزرگ پتروشیمی، صنعت نفت و تمام اینها مهاجرن و میان تو سرزمین ما ادعای خدایی میکنن و خود ما رو که به هر شکل به صورت سیستماتیک به حاشیه رونده شدیم دیگه. تک تک اون افرادی هم که به عنوان مهاجر اومدن اونجا به راحتی با همون سیستم جمهوری اسلامی ایران پیش میرن و ما رو بیش از اون چیزی که هست به حاشیه میرونن و اهانت‌های مستقیم. خب من اینجا و اینکه ببینید در جایی که حتی اسم عربی یا لهجه عربی شما باعث پیش داوری، تبعیض و حتی حذف کامل شما از فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی، نه آموزشی و بسیاری از فرصت‌های عادی و حقوق اولیه انسانیتون میشه. من الان در مورد موضوع صحبت کردم، میخوام از یه تجربه شخصی بگم. ببینید من خودم به هر حال اسم فامیلم عربی نیست، لهجه عربی هم ندارم. خب طبیعتاً به هر سازمانی، اداره‌ای، بانکی، هر جایی برای کار اداری مراجعه میکردم، قطعا هیچ کس نمیتونست تشخیص بده من عرب هستم. ولی من به نوعی خودم باور کنید، یعنی اگر من کوتاهی میکردم در مواردی نمیگفتم که عرب هستم، یعنی توی مکالمه 5 دقیقه‌ای مطمئن باشید یک لفظ عرب ستیزانه میشنیدم. اصلا تو مکالمه‌ای که هیچ مرتبط نبود. یعنی یه طرف مثلا میگفت آها اینو مثلا نگاه کن، مثلا اگه یه عربی بود اینو اینجوری مینوشت، یعنی الکی اسم عرب اون وسط مینداخت. حالا من به هر حال جایی که میرفتم خودم سعی میکردم در همون وهله اول به نوعی حالا بگم که عرب هستم. میخواستم واقعا تفاوت این برخوردها و این شیوه نگاه رو هم تغییر بدم، هم ببینم واقعا تفاوتش چیه. اما با کمال تأسف باید به شما بگم، میدونی پاسخ چی بود؟ پاسخ این بود که اصلا بهت نمیاد عرب باشی، عجب عرب با کلاسی هستی. به جان خودم اینا رو میگفتن. نه تو میدونی، آره تو عربی ولی عرب با فرهنگی. بعضی هم که میگفتن نه اصلا تو عرب نیستی بابا. خب بعد در جمع‌های دوستانه چی میگفتن روزا مثلا من معرفی میکردم به بقیه دوستان، روزا عرب ولی خیلی دختر خوبیه، خیلی. آره ببینید نوع نگاه چیه. یعنی اینکه شما رو به شکل ذاتی همون چیزایی میبینن که آقای صادق هدایت و نادر نادرپور و مابقی این نژاد پرست ها شما رو میبینن و شما استثناء هستی بین عرب ها. خب
این نگاهه. این بدان معناست که وقتی ملتی رو، من مجبورم از رو بخونم سریع که وقتم خیلی کمه. این بدان معناست وقتی شما ملت رو عقب مانده، وحشی، کثیف، زشت، بی سواد، بی کلاس، بدطینت و به شکل ذاتی مقصر عقب ماندگی و زندگی سخت خودشون میدونید، نه به شکل سیستماتیک، وقتی در رسانه‌های رسمی، رسانه‌های به دور از شرافت انسانی و حرفه‌ای جریان اصلی، در نشریات، کتاب‌ها، رمان‌ها، اشعار و توسط جامعه روشنفکری نفرت پراکنی صورت میگیره علیه شما، این مجوز رو به ساختار قدرت میده که بدون هیچ هزینه‌ای دست به سرکوب این گروه بزنه و اسباب شادی و همسوییشون هم گاهی فراهم میکنه. الان من نمونهشو میگم. یکی از پایه‌های نژاد پرستی و دگرستیزی همین ذات‌پنداری عقب ماندگی است. وقتی سالهای سال تعاریف غلط از ملتی ارائه میشه، به خورد جامعه داده میشه، کم کم تبدیل به یک باور میشه و به استناد اون تبعیض و سرکوب هم توجیه میشه و در نهایت هم توسط جامعه پذیرفته میشه. حالا شما فکر کنین یک زن عرب در چنین بستر نفرت انگیزی، زنی تحت لایه‌های مختلف ستم و تبعیض در یک جامعه مرد سالار و قوانین مرد سالار دیگه با چه چیزهایی مواجه هست. بله، در اینان اگر زن باشی و عرب باشی، رنج و ظلم چند برابری رو واقعا تجربه میکنی. و این که من خلاصه کنم، خب ببینید این دقیقاً اتفاقی که برای ملت عرب رخ داده. این نفرت پراکنی و عرب ستیزی نهادینه شده در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی. از یک سو مردم یکی از ثروتمندترین نقاط دنیا، اینو فراموش نکنید که ما، سرزمین ما، یکی از ثروتمندترین نقاط نه ایران بلکه دنیاست، در فقر و محرومیت و تنگدستی مطلق، واقعا مطلق قرار دارن و از سوی دیگر سرکوب این ملت به شدت بدون هزینه است. به شدت بدون هزینه است، به همون دلایلی که گفتم، با هیولاسازی از ملت عرب، انسان زدایی از اونها، ارجاع به اسلام، مساوی دونستن یک ملت با یک دین و جنگ قادسیه و حمله عرب ها به ایران و الان هم تحت عناوینی مثل وهابیت، تروریسم، داعشی و در نهایت تجزیه طلب. همه اینها هر نوع سرکوب و قلقم ملت عرب رو توجیه میکنن بدون هیچ هزینه‌ای، به طوری که بیشترین، اینم به شما بگم که بیشترین تعداد اعدام‌ها به جرم محاربه ملت عرب هستن. اعدام‌هایی که به جرم محاربه شکل میگیره متعلق به فعالان عرب هست. خب اصلا این واقعا فکر نمی‌کنم هیچ آماری ازش باشه، یعنی بازگو بشه. اصلا کار پروپاگاندا همینه، پاشیدن بذر نفرت و تکرار آن و باور و قبولوندن اون به جامعه. خب من فقط به این اتفاق، ببینید همون اتفاقی که در ربایش و قتل آقای حبیب اسیوط اتفاق افتاد، کامنت ها و پیام های ضد انسانی مملو از نفرت، فحاشی، نژاد پرستی، انتقام ناسیونالیسم آریایی تا ابراز شادمانی از تایید و سپس اجرای حکم اعدام یک عرب اهوازی. همون مدعیانی که تا دیروز دادگاه‌های صادرکننده احکام برای آزادی خواهان را به درستی فاقد مشروعیت و غیرقانونی دانسته و تمامی اتهامات انتسابی به محکومان را تحت شکنجه و اعترافات اجباری و اعترافات تلویزیونی توسط بازجو خبرنگارها و فاقد اعتبار می‌دونستند، ناگهان حکم غیر انسانی اعدام رو سلب حق حیات شهروندان و قتل حکومتی می‌نامیدند. در یک چرخش قهرمانانه ناگهان هشتگ می‌زدن دیگه، هشتگ اعدام نکنید رو تبدیل کردن به هشتگ اعدام کنید برای حبیب اسیوط. برید ببینید تو توییتر، توی ایکس. من فقط یه کوچولو ببینید، الان من میخوام بگم اگر امروز هم بخش قابل توجهی از مردم ایران در مقابل نسل‌کشی غزه بی تفاوت هستن، ریشه در همین ها، ریشه‌شو رو در همین جستجو کنید. نژاد پرستی افسار گسیخته، توهم خود برتربینی نسبت به عرب ها، نداشتن درکی از استعمار و همراهی با نظام های استبدادی و سرمایه‌داری و اون رو بخشی از تجدد ایرانی میدونن. به روشنی فاشیسم خودشون رو به نمایش میذارن و دیگه مثل این که نباید ادامه بدم.
صدا هست؟ صدا هست؟ صدای منو دارین؟ الان تشکر. بله طبعا ما شرمنده هستیم که از عزیزانی که اینجا تشریف میارن متاسفانه وقت کمه. 2 روز الان کنفرانس، خیلی الان خستن، بعضی راه دور اومدن، ممکنه باید برگردن. میدونیم صحبت زیاده، دلها پره، مشکلاتی که سالهای سال ملت ما، تمام مردمان و خصوصا زنای مجتمع ما الان در حضور این جمع گرامی دوست داریم درد خودمونه بگیم و واقعا وقت کمه و من درک میکنم و شرمنده هستم. نمیخوام بگه یکی تون ته دلش از من غیبت کنه بگه آره نگاه کن احوازی رو بهش وقت بیشتر داد، آره مثلا به فلانی نداد، به این فارس نداد. من اینه نمیخوام داشته باشیم. وقت من الهه برنامه نمیخوام رابطمون خراب بشه. خب الان نوبت عزیزمون خانم فریبا بارهانزهی، ایشون از استکهلم لیسانسه ادبیات فارسی در ایران و داروسازی خوندن از دانشگاه اپسالا. در گروه حقوق بشر بلوچستان فعالیت میکنند. در یک خانواده خوشبختانه سیاسی بزرگ شدن و با توجه به تجربه شخصی خودشون از تبعیض مضاعف بر مردم بلوچستان خیلی هم رنج بردن و هم رنج دیدن و لذا معتقدات ایشونه که تا روز دادخواهی از مبارزه دست نخواهند برداشت. البته همه ما انشالله دست بر نخواهیم برداشت و مقاومت زن و استقامت یک زن در اینه، زن مبارز، زن قوی باید هیچ وقت از هدفش دست بر نداره. موفق باشید. بفرمایید جانم. خسته نباشید حضار عزیز. میخوام بگم ما خیلی باید خوشبخت باشیم، باید خیلی خوشحال باشیم که این جمع رو تونستیم ترتیب بدیم. تشکر از برگزار کنندگان عزیز. واقعا پنل های خیلی خوبی بود، خیلی پرمحتوا. ما قدم های بزرگی رو برداشتیم. همین که اینجا هستیم و داریم درد و رنج های همدیگر رو به این شکل داریم میشنویم، بزرگترین انقلاب، بزرگترین جنبش رو داریم و ما پیشرو هستیم. من تبریک میگم به تک تکتون. برای جمع‌بندی آنچه که گفته شد، هرچند که همه صحبت‌ها در مورد ملیت‌ها گفته شد، ولی سعی میکنم خیلی سریع یه جمع‌بندی از آنچه که فریبا جان دیروز گفتن رو در ارتباط با مردم بلوچستان بگم و به بقیه عزیزان وقت رو بدم که بتونن صحبتاشون بکنم. زنان در طول تاریخ اجتماعی بشریت از آنگاه که پدرسالاری بر جامعه حاکم گشته است، برای حقوق برابر خود با مردان همواره در مصاف بودند. جنبش ژن ژیان آزادی هرچند که یه رنسانس فکری و تحولی اجتماعی را در تمام ایران به وجود آورد، تحول بسیار چشمگیری را در شکل مبارزه در ایران و در منطقه یعنی برجسته تر نمودن اهمیت مبارزه و مقاومت مدنی و خشونت پرهیز در صورت همبستگی وسیع زنان و مردان جامعه در کف خیابان و در مجامع عمومی می باشد. شکل مبارزه‌ای که دستاورد قرنها مبارزه زنان در جامعه مرد سالار علیه تبعیض و سرکوب سیستماتیک حاکمان مرد تمامیت‌خواه زن ستیز می باشد. جنبش ژن ژیان آزادی زنان و هویت‌های تاریخی و اجتماعی گوناگون را آنچنان در ایران تاریخاً متکثر متحد کرد مثل امروز که جهان را به تحسین خود واداشت. آنگونه وحدت و همبستگی که بلوچ، فارس، کرد، ترک، عرب، لر، کاسپی و ترکمن نزدیک به 100 نشنیده شده و حذف شده همصدا گشتند و رشته‌های حاکمان تمامیت خواه مستبد که ادامه حیاتشان همواره بر تفرقه در میان اینان بوده است پنبه بگردید. جنبش زنان بعد از قتل حکومتی ژینا دختر کرد بیگناه و تجاوز دختر 15 ساله چابهاری، خشم زیر خاکستر سالها درد و رنج را تبدیل به شعله‌های نورانی و سوزان در جای جای ایران نمود. هویت‌های سرکوب شده بیشتر و بیشتر همدیگر را دریافتند، شناختند، ماهیت اصلی بسیاری از احزاب و شخصیت‌ها نیز برای مردم روشن‌تر شد.
و به میمنت وجود تکنولوژی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و وجود جنبش فراگیر زن، زندگی، آزادی، درد مشترک هویت‌های رنگارنگ ایران موجود در ایران را بیشتر و بیشتر شناختیم و سرنوشت و تاریخ تحریف شده بسیاری را از زبان خودشان شنیدیم. از دستاوردهای همین جنبش است که از دیروز امروز ما زنان از هویت‌های تاریخی گوناگون از کشورهای مختلف گرد هم جمع آمدیم و از مطالبات و از آلترناتیوها و راه‌های حفظ جنبش سخن می‌گوییم. فریبای بلوچ عزیز در مورد کوتاه در مورد تاریخ بلوچستان و مقاومت زنان کوتاه صحبت کردند. من خصوصا زنانی که از زنان نامدار بلوچ که شانه به شانه و همردیف مردان نامدار در سده‌های اخیر تاریخ بلوچستان مبارزه و مقاومت‌های پیروزمندانه و ماندگاری داشتند یاد نمود. در دوران جنبش انقلابی ژینا که اسم رمز جنبش ژن ژیان آزادی کردستان در سرتاسر ایران گشت، مردم بلوچ در زاهدان که مرکز بلوچستان شرقی به عنوان مقاومترین پرچمدار این جنبش در سطح ایران و تا حدی هم در جهان شناخته شدن. چون احساس می‌کنم شاید وقت کم بیاد بخاطر این آره. و همکنون ژینای بلوچستان شرقی دکتر محرنگ بلوچ پرچمدار جنبش انقلابی زنان در پاکستان گشته است. این خانم جوان بلوچ قریب به 2 ماه است که در آن سوی خط مرزی که انگلیس بلوچستان را به 2 پاره تقسیم نمود، رهبری راهپیمایی اعتراضی در مسیری بیش از 1500 کیلومتر از شهر تربت در بلوچستان تا اسلام آباد مرکز پاکستان با جمعی گاهن تا 10,000 نفر را مدیریت نمود. او به همراه صدها خانم نوجوان، جوان و سالمند بلوچ همکنون بیش از 2 هفته است که در مقابل پرس کلاب اسلام آباد لرزه بر اندام مقامات بالای حکومت تمامیت‌خواه نظامی پاکستان که برخورد استعمارگرانه و نسل کشانهشان همانند حکومت تمامیت‌خواه نظامی امنیتی ایران همواره بر مردم بلوچ در جریان بوده و همچنان ادامه دارد. نتیجتاً هر دو رژیم ایران و پاکستان با هماهنگی کامل اما با دستپاچگی بی‌نظیر اقدام به بمباران و موشکباران به زعم خود پایگاه‌های مبارزات سرمچار که میتونه همون معادل پیشمرگ‌های در کردستان باشه در آن سوی مرز نموده و آنان زنان و کودکان و قربانیان این حملات وحشیانه بودند و هر دو دولت در رسانه‌هایشان قربانیان این بیرحمی را غیر ایرانی و یا غیر پاکستانی نامیدند. البته همزمان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران اقلیم کردستان در عراق را هم به موشک بست و ژینای خردسالی دیگر از ملت کرد و خانواده‌اش را به قتل رساند. به راستی که این حکومت‌های فاشیستی تمامیت‌خواه زنستیز منطقه از قدرت در حال رشد زنان ملت کرد و بلوچ دیگر ملیت‌ها که مسئولیت پرستاری بذرهای جوانه‌زده تحول اجتماعی انقلابی در میان این دو ملت را بر دوش توانمند خود گرفتند به هراس انداخته. اما این کاروان را اراده توقف نیست و به مرحله بازگشت ناپذیر ارتقا یافته است. این که بخوایم در مورد آلترناتیو ها بخوایم صحبت کنیم، برابر حقوقی زنان بلوچ با مردان بلوچ در جامعه عقب مانده نگه داشته شده ایمان تا زمانی که برابر حقوقی مردمان تاریخی بلوچ و کرد و ترک و عرب و فارس و لور و کاسبی ساکن در جغرافیای ایران تضمین و تامین نگردد به شکل کامل و جامعه تامین نخواهد گشت. تا زمانی که نگاه امنیتی نظامی حکومت‌های تمامیت‌خواه و شدیداً مرکزگرا ناظر بر حیات و هستی مردم بلوچستان است، تبعیضات سیستماتیک همچنان پابرجا و نابرابری‌های جنسی و جنسیتی نیز ماندگار است.
تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اقلیم‌های و ملت‌های گوناگون این جغرافیا فراهم نگردد، این جوامع به شکل مصرف کننده و نظر بگیر دولت‌های مرکزی و محروم از توسعه باقی خواهند ماند. و حکومت‌های ایدئولوژیک همراه تمامیت‌خواه مرکزگرا باقی خواهند ماند و ادامه تبعیضات سیستماتیک بر غیر خودی‌های این حکومت‌ها نیز کاملا عادی و طبیعی. به همین دلیل جدایی دین از دولت برای جامعه‌ای که شهروندان گوناگون به خاطر داشتن ادیان و عقاید ایدئولوژیکی متفاوت با آنچه که حاکمان دارند غیر خودی پنداشته می‌شوند و همچنان برابر حقوقی جنسی و جنسیتی متفاوت شهروندان برای داشتن جامعه‌ای سالم و دموکراتیک از ضرورت‌های الزامی است. جامعه ایران تاریخاً متکثر و گوناگون است. در چنین جامعه‌ای اتحاد در داشتن تفاوت‌ها یعنی دیگر بودن‌ها را همان گونه که هست باید پذیرفت تا به جای واگرایی‌ها همگرایی و همدلی و صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز تقویت گردد. پیش بردن و به ثمر نشاندن جنبش ژن ژیان آزادی در ایران قطعاً نیازمند به رهبری است، اما از نوعین متناسب با نیاز دوران خود. تجارب جنبش‌های نوین نشان داده که این رهبری باید جمعی و سازمان یافته تحت رهبری تشکلاتی مورد اعتماد مردم باشد. جنبش ژن ژیان آزادی به مثابه جنبشی فراحزبی و فراتشکیلی ابتدا همبستگی سرتاسر مردمان در اقصی نقاط ایران را آنچنان شکل و شمایل بخشید که جمهوری اسلامی ایران به وحشت افتاد و به طور جدی دست به کار اختلاف انداختن در میان اپوزیسیون با سناریوهایی از پیش آماده شده گشت که همه مان کمابیش در جریان آن هستیم که چگونه با سلبریتی بازی و کنار زده شدن تشکلات سازمان یافته سیاسی موفق به عملی شدن آن شدند. برای ادامه گسترش و هرچه نیرومندتر ساختن این جنبش لازم است که زنان فعال سیاسی در قبول موقعیت و جایگاه بالا در تشکلات سیاسی موجود اپوزیسیون داخل و خارج ایران به طور جدی گام بردارند و در سازماندهی و شکلگیری ائتلافاتی قدرتمند و اجتماعی، تبعیضات جنسی و جنسیتی، تبعیضات مذهبی، ملیتی نهادینه شده توسط نظام‌های تمامیت‌خواه پیشین و کنونی آستین بالا بزنند. و این یعنی تلاش جدی و بلادرنگ تشکلات سیاسی در راستای ایجاد ائتلافی گسترده از جمهوری خواهان دموکرات و سکولار در ایران که تنوع و تکثر تاریخی موجود در حوزه‌های جغرافیایی گوناگون ایران را آنچنان که بوده و هستند بپذیرند و ساختار پس از جمهوری اسلامی تمامیت‌خواه شدیداً متمرکز به ساختاری پلورال غیر متمرکز فدرال آنگونه که مردم در نهادهای قانونگذار و نهادهای اجرایی منطقه‌ای و سراسری منتخبشان برای تعیین سرنوشت خود اعمال حاکمیت نمایند تحول یابد. درود بر شما، ممنونم از توجه. با تشکر از عزیزان، از رفیق فریبا برهانزهی از بچه‌های خلق بلوچستان. ما گفتیم وقت عجله داریم، نگفتیم 8 دقیقه تمومش کن. همه 15 دقیقه رو به نیم ساعت میخوان. این خانم خاصه من تشکر میکنم از اونی که ترجمه کرد. الان وقتتون میدم بعد برای سوال، اگه سوال دارید خیلی از این سوال کنید که وقتش جبران بشه. خب مطلبی رو که من فرصت نشد بگم فریبای عزیز گفت. خیلی ممنونم. درد نکنه. طبعا بعد روزا جان باز فرصت هست، وقتی که میبینیم وقت هنوز داریم میتوان هم حالا در حال یعنی هم اسئله سوال میشه گفت، هم این که میتونه ممکنه یک نقاطی رو عزیزان اگه احیانا بعد یادشون بیاد این که مثلا در حین صحبت از قلم انداختن میتونن صحبت کنن، ولی
وقت رو الان مراعات میکنیم در وهله دور اول، چه بسا دور دوم باز میتونیم برگردونیم اون چند دقیقه رو فقط. با تشکر مجدد. بفرما عزیزم. تکرار کنن وقت که داره پس میتونه. 3 بارم تکرار کنن. منظورتون از اینجاست؟ بله فکر میکنم نه این نیستن آخرو باشه چشم. جنبش ژن ژیان آزادی به مثابه جنبشی فراحزبی و فراتشکیلاتی ابتداً همبستگی سراسری مردمان در اقصی نقاط ایران را آنچنان شکل و شمایل بخشید که جمهوری اسلامی ایران به وحشت افتاد و به طور جدی دست به کار اختلاف انداختن در میان اپوزیسیون با سناریوها از پیش آماده شده گشت که همه من کمابیش در جریان آن هستیم که چگونه با سلبریتی بازی و کنار زده شدن تشکلات سازمان یافته سیاسی موفق به عملی شدن آن گشت. برای ادامه گسترش و هرچه نیرومندتر ساختن این جنبش لازم است که زنان فعال سیاسی در قبول موقعیت و جایگاه بالا در تشکلات سیاسی موجود اپوزیسیون داخل و خارج ایران به طور جدی گام بردارند و در سازماندهی و شکلگیری ائتلافی قدرتمند و گسترده اپوزیسیون جمهوریخواه دموکرات برای حل بنیادین گسل‌ها و معضلات موجود در جامعه ایران، یعنی رفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی، تبعیضات جنسی و جنسیتی، تبعیضات مذهبی و تبعیضات ملیتی نهادینه شده توسط نظام‌های تمامیت‌خواه پیشین و کنونین آستین بالا زنند. و این یعنی تلاش جدی و بلادرنگ تشکیلات سیاسی در راستای ایجاد ائتلافی گسترده از جمهوری خواهان دموکرات و سکولار در ایران که تنوع و تکثر تاریخی موجود در حوزه‌های جغرافیایی گوناگون ایران را آنچنان که بوده و هستند بپذیرند و ساختار پس از جمهوری اسلامی تمامیت خواه شدیداً متمرکز به ساختاری پلورال غیر متمرکز فدرال، آنگونه که مردم در نهادهای قانونگذار و نهادهای اجرایی منطقه‌ای و سراسری منتخبشان، که در واقع من منظورم نهادهای اجرایی همون حکومت هاست و قانونگذار یعنی پارلمان ها، منطقه‌ای و سراسری منتخبشان برای تعیین سرنوشت خود اعمال حاکمیت نمایند تحول یابد. تشکر از رفیق فریبا مجدداً. نوبت سومین رفیق عزیز برنامه پنل امروز میرسه، رفیق الهه صدر که از سال 1360 در جنبش زنان فعالیت میکنن. ایشون 25 ساله که به عنوان مشاور امور پناهندگی در مرکز مشاوره برای زنان پناهنده و مهاجر در آلمان کار میکنه. در روند خیزش انقلابی ژن ژیان آزادی در پلتفرم فراملیتی دموکراتیک زنان با زنان ملیت‌های مختلف فعالیت میکنه. با تشکر از ایشون من مایکو میدم خدمتشون. بفرمایید رفیق. سلام میکنم به همه دوستان و رفقای عزیز. من فقط یک کوتاه توضیح بدم چرا اصلا کارم رو نوشتم. میخواستم این به اصطلاح این تغییر خودم رو در طی این سالها یه جورایی براتون بگم که من اول 1 سال با سازمان چپ کار کردم. بعد در اثنای کار کردن با این سازمان چپ فهمیدم که نمیتونم باشون کار بکنم
به دلیل اینکه واقعا مسائل جنسیتی رو آگاهی نداشتن و نمیخواستن هم که آگاه بشن تو اون سازمان. بعد فمینیست شدم و بعد در اثر این کارم که با فمینیستای سیاه کار میکردم به نژاد پرستی پی بردم که نژاد پرستی چه مختصاتی داره و با مسائل کویر آشنا شدم. در نتیجه الان خودم رو میتونم بگم من یک کویر فمینیست چپ ضد نژاد پرست و ضد استعمار هستم. اوکی. و یه چیز دیگه هم توضیح بدم، واقعا من چیز جدید ندارم و بدون ناآگاهانه ناخودآگاه، بدون اینکه اصلا بدونم، جمع‌بندی تمام این 3 پنل که داشتیم تا به حال این جمع‌بندیشه. در حقیقت جنبش ژنجیان آزادی که از مبارزات زنان کرد الهام و وام گرفته شده، خب همه سخنرانا گفتن که یک شبه شکل نگرفت در تداوم مبارزات 4 دهه مردم در جغرافیای ایران علیه حکومت ایدئولوژیک و تمامیتگرای جمهوری اسلامی متحقق شد. ولی تفاوت جنبش ژینا یا انقلاب زندگی آزادی با بقیه جنبش‌های پیشین این بودش که تونست در ادامه راه مادران دادخواه و با یادآوری مبارزات آبان 98 هم مسائل اقتصادی رو در مسیر خودش مطرح کنه و هم مسائل زنان و ستم ملی رو. در این جنبش خواسته های ساختار شکنانه مثل لغو حجاب اجباری و توی این چهارچوب لغو کنترل بر بدن زنان، ازدواج کودکان، زنکشی و خیلی تبعیضات دیگه، تبعیضاتی که واقعا قانونی شده در چارچوب این حکومت مطرح شد و همینطور سرنگونی تمامیت نظام جمهوری اسلامی. تعلق زنان به گروه‌های ملی، طبقاتی، مذهبی و گرایشات جنسی مختلف اونها رو در معرض خشونت بیشتر قرار میده. از همین رو هم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم‌ها، فساد گسترده اقتصادی، فقر، بیکاری، قوانین تبعیض‌آمیز و خشونتبار به زنان در گروه‌های مختلف اجتماعی مثل کارگران، معلمان، زنان طبقه متوسط، دانشجوها، زنان مجرد و زنان تک سرپرست خانواده که خودشون تنهایی سرپرست خانواده بودن شکلی مضاعف داشت. در این رابطه باز هم وضعیت زنان کویر یا ببخشید زنان همجنسگرا یا ترنس یا به طور کلی بگم کویرها باز هم بدتر بود، با ستم‌های بیشتری روبرو بودن. درست به همین دلیل هم نقش زنان در اعتراضات و به خصوص زنان و کویرها و به خصوص در خیزش انقلابی ژنجیان آزادی بسیار پررنگتر بود و زنان و جوانان نقش رهبری این جنبش رو داشتند. فمینیست های کرد و بلوچ و ملیت های دیگه مثل فمینیست های عرب و دیگر ملیت ها دیگه همه رو نمیگم، نه تنها حکومت استبدادی رو بلکه ساختارهای مردسالارانه درون ملیت خودشون رو و احزاب سیاسی رو و همینطور گفتمانهای فمینیستی مرکزگرا رو در این جنبش به چالش کشیدن. برای همین هم به درستی در تعریف این جنبش ما میگیم یک انقلاب ذهنیتی در چارچوب این انقلاب ژنجیان آزادی رخ داده. جمهوری اسلامی چند روز پس از به حکومت رسیدنش حجاب رو اجباری کرد. در حقیقت با در حصار کشیدن تن و سکسوالیته زن سروری مرد رو بر زن تحقق بخشید و در یک نظام پدرمرد سالارانه و هنوز پس از 4 دهه مبارزات زن که البته پس از 4 دهه مبارزات زنان ضد حجاب اجباری ما با برخی از سازمان‌های چپ برخورد می‌کنیم که حجاب اجباری رو دغدغه یک قشر خاص میدونن و دغدغه زنان کارگر نمیدونن، در حالی که میبینیم
مبارزات ضد حجاب اجباری چنان ابعاد گسترده به خودش گرفته که مزدوران رژیم حتی در این شرایط اقتصادی و سیاسی سخت که رژیم از چندین زاویه مورد تهدید هست، حاضر نیست در مورد حجاب اجباری یک قدم عقب نشینی بکنه. و تجربه خودم رو خیلی کوتاه میگم در انقلاب 57 که من یادم میادش با دوستان چپی که داشتم در مبارزات ضد شاه، ضد سلطنت، وقتی که شرکت میکردم توی تظاهرات، دوستان چپ من میگفتن که چون مذهبی‌ها فشار می آوردن که ما الان یک دونه فقط چیز داریم، یک دونه هدف داریم و اونم این که این رژیم رو پس بزنیم و خمینی بیاد سر کار. ما موافق نبودیم. شعارهای ما رو بدید. من وقتی شعارهای اونا رو نمیدادم یا حاضر نبودم که اونها وقتی که میگن مثلا روسری سرت بنداز فلان اینها، من وقتی این کارو نمیکردم از طرف رفیقای چپ خودم واقعا مورد فشار قرار میگرفتم که الان موقتی این کارا رو میکنیم تا این رژیم بره. و همین باعث شد که واقعا من یک بتونم خودم رو به اصطلاح یک فاصله بگیرم از سازمان‌های چپی که به این شکل قبول نداشتم اصلا. از سوی دیگر ما رسانه‌های راستگرا رو با نگرش‌های لیبرالیستی و ناسیونالیستی افراطی که میبینیم که مبارزات مردم ایران رو در عرصه‌های مختلف مثلا ستم ملی، ستم طبقاتی، اینا اصلا ندیده میگیرن و این مبارزات رو فقط به مبارزات ضد حجاب اجباری تقلیل میدن و مثلا نقش مسیح علی نژاد رو در این مبارزات عمده و پررنگ میکنن تا با مطرح نکردن مبارزات مردم علیه فقر، ستمهای سیستماتیک جنسی، جنسیتی، ملی، مذهبی، ستم بر کویرها و تخریب طبیعت بتونن مبارزه و مقاومت زنان علیه حجاب اجباری رو با یک نگاه سازشکارانه و فرصت طلبانه در خدمت اهداف دولت‌های سرمایه‌داری کانالیزه کنند. در صورتی که زنان و کویرها خوب میدونن که تحت چهارچوب یک حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یا ناسیونالیسم افراطی هرگز به آزادی، کرامت انسانی و حقوق برابر دست پیدا نمی‌کنند. از این رو در جنبش ژنژیان آزادی با وسواس و حساسیت هرچه بیشتر سعی میکنن که اون گروه ها و سازمان هایی رو که مدعی همراهی با این جنبش هستن بررسی بکنن و ببینن که کدوم یکی از این گروه ها و سازمان ها میتونن از دستاوردهای این جنبش ژنژیان آزادی حفاظت بکنن. جمهوری اسلامی 40 روز پس از به حکومت رسیدن ملت‌های کرد، ترکمن، عرب، ترک و بلوچ رو یکی پس از دیگری سرکوب کرد و بعد از اونم از حاشیه به مرکز رسید و جنبش‌های دموکراتیک، صنفی، سیاسی، فرهنگی و کارگری رو سرکوب کرد. میخوام برگردم یه مقدار نظر چیز بگم، تاریخی بگم که با تشکیل ملت‌های متمرکز در 100 سال گذشته خلق‌ها در جغرافیای سیاسی ایران همیشه به شدت مورد تبعیض و سرکوب بودند. دولت ملت از ابتدا با توسل به اسطوره ایران باستان و تمدن باستانی 2500 ساله به حذف تدریجی ملت‌ها پرداخت. در دوران صفویه مذهب شیعه مذهب رسمی کشور شد و در روند دولت ملت سازی دوران رضاشاه تمام دستاوردهای انقلاب مشروطیت رو با بیرحمی تمام سرکوب کرد و از بین برد و با تشکیل ارتش مدرن و گسترش اقتدار دولت مرکزی و ممنوع کردن زبانهای مادری غیر از زبان فارسی در حقیقت
متلاشی کردن و سرکوب هر نوع اعتراض و جنبش سیاسی و اجتماعی ملی تونست یک حکومت اقتدارگر مستبد و بسیار بسیار فاشیستی رو جانشین بکنه، برقرار بکنه. و اگر در 100 سال گذشته مبارزات ضد استعماری و ضد تبعیضات ملی و تبعیضات جنسیتی در جغرافیای ایران هیچگاه به پیروزی نرسیده و به خاطر این همین سرکوبی بوده که انجام شده توسط دولت ملت‌ها و هر گونه خواسته ای رو با زندان و شکنجه و اعدام جواب دادن. جنبش زن زندگی آزادی با تمام شجاعت‌ها دلاوری‌های قهرمانانش از چند طرف مورد حمله بوده. از یک طرف سرکوب خونین رژیم رو داریم که کماکان ادامه داره و شدتش بسیار بسیار شدیدتر هم شده، بیشتر شده. در خارج از کشور با راست رادیکال و افراطی ایرانی روبرو شدیم که اساساً با جنبش زن زندگی آزادی بیگانه است و به اون نگاه ابزاری داره و این جریان بیشتر مبلغ نوعی لومپنیست و خشونت ورزی و افراطگراییه. ناسیونالیست‌های ایرانی وجود ملل غیر فارس رو همیشه برای خودشون یک تهدیدی حساب کردن و برای اون طرح یکسانسازی و یکپارچگی ارضی منظورمه، برای خودشون تهدید دونستن و اونها تلاش میکنن تک صدایی رو جانشین چند صدایی بکنن و در این راه از دشمنی با تمام دیگر اندیشن در جغرافیای ایران و نزدیکی به راست افراطی نژاد پرست در غرب کوتاهی تا حالا نکردن و نمی‌کنن. برخی از احزاب چپ هم یا اساساً این جنبش رو انحرافی ارزیابی می‌کنن و یا بدون اینکه به پیوند مبارزات جنبش‌های مختلف که در شعار زن زندگی آزادی مستتر هست اعتقادی داشته باشن، برای اینکه سوار موج این انقلاب بشن که عقب نمونن، زن زندگی آزادی رو اینطوری تفسیر می‌کنن. اینو من با گوش‌های خودم شنیدم که زن با زندگی رابطه مستقیم داره، زندگی توسط سرمایه‌داری از معنا تهی شده، در نتیجه زنان تنها پس از نابودی سرمایه‌داری آزاد خواهند شد. در حقیقت خواست اونها برقراری یک حکومت کارگری است و که این حکومت کارگری هم که ما میدونیم که باز با یک دولت ملت دیگری که حالا ممکنه در آخر سر فکر کنن به میخواد اون دولت ملت بعداً محو بشه و به کمونیست برسه که به هر حال من انتقاد دارم بهش. این یعنی خواستشون برقراری یک حکومت کارگری، این همون درکیه که در سال 57 هم داشتن و پشت زنان رو در مبارزات ضد حجاب اجباری و مبارزات برای به دست آوردن حقوق اولیه‌شون خالی کردن و اولویت رو به مبارزات ضد سرمایه‌داری و امپریالیسم جهانی دادن و مسائلی مثل ستم به زنان و کویرها، ستم ملی در تحلیل‌های اونا دیده نشده و هنوز هم نمیشه. البته باز هم تاکید میکنم برخی از این سازمان‌های چپ، من منظورم به هیچ عنوان همه سازمان‌های چپ نیست، به هر حال کارگری که این دسته از چپ‌ها میگن هیچ تفاوتی با یک حکومت ایدئولوژیک و مرکزگرا نداره. برخی از یا بگم واقعا بخش بزرگی از فمینیست‌های مرکز هم اغلب تا الان ناسیونالیستی، تقلیلگرا، همگنساز و نخبه‌گرا و طبقاتی عمل کردن یا هیچ وقت امتیازاتی رو که نسبت به زنان پیرامون داشتن نقد نکردن. من بازم اینجا از تجربه خودم بگم، من بسیار بسیار در سمینارهای زنان که سالانه در کشور آلمان
برگزار شد شرکت کردم، یاد گرفتم، بسیار یاد گرفتم و بخش بزرگی از زندگیمو مدیون این سمینارها میدونم، ولی در این سمینارها هرگز به مسائل مانند نژاد پرستی یا ستم ملی برخورد نشده یا حتی استعمار خارجی بیرونی و داخلی بهش اشاره ای نشده. سازمان‌های چپ و بسیاری سازمان‌های فمینیستی و احزاب ملیگرا تا به حال در 100 سال گذشته خودشونو با پدیده انسان ستیز و طبیعت ستیز نژاد پرستی درگیر نکردن متاسفانه. ببینید نژاد پرستی تنها یک رفتار و گفتار غریبه ستیزی فردی نیست، بلکه صحبت از یک نژاد پرستی سیستماتیکه. به طور مثال در جغرافیای ایران در زمینه فرهنگی مردم فارس از امکاناتی که متعلق به کل جامعه است یک بهره 100% داشتن. رادیو تلویزیون، روزنامه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مؤسسات فرهنگی، هنری تمام و کمال در خدمت زبان فارسی بوده و تأثیر عمیق این فضای تک فرهنگی هر گونه تفاوت فرهنگی، زبانی، آداب و رسوم رو نمیپذیره و این فرهنگ‌ها رو حتی من در این شبکه‌های مجازی میبینم که حتی به سخره میگیره و مسخره میکنه و سعی در یک نوع همسانسازی میکنه. این امتیازها در همه زمینهای نه فقط فرهنگی، در زمینهای بهداشتی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی برای ملت فارس موجوده. همبستگی دولت‌های سرمایه‌داری با این جنبش که در اوایل خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با توجه به سوابق استعماری تاریخی اونها در کشور ایران از همون ابتدا برای خیلی از ماها باور نکردنی و حتی مشکوک به نظر می رسید، خیلی زود جای خودش رو به مماشات و ادامه روابط اقتصادی و سیاسی با رژیم داد. این کشورها همیشه برای کسب منافع بیشتر که با جنگ و فلاکت، فقر و آوارگی کشورهای تحت استعمار همراهه در کنار حاکمیت‌های مستبد بوده و هستند و نه در کنار جوامع مدنی و جنبش‌های دموکراسی آزادی خانه. در آلمان، کشوری که من در اون زندگی میکنم، دولت قول داده بود بعد از جریان به قدرت رسیدن طالبان پناهجویان افغانستانی رو به افغانستان دیپورت نکنه. بعد از زن زندگی آزادی هم به پناهجویان ایرانی قول داد که دیپورت نکنه و ما به خیلی مدت کمی هنوز از این جنبش نگذشته که دیدیم که دوباره دیپورت پناهجویان به ایران آغاز شده، هم ایرانی هم افغانستانی، و این نشون میده که هم جمهوری اسلامی رو هم طالبان رو به رسمیت میشناسه، هم کشور ایران رو و هم کشور افغانستان رو به عنوان کشورهای امن معرفی میکنه و از طرفی هم به جنبش ژنجیان آزادی خیانت کرد، واقعا خیانت کرد و این قابل بخشش نیست. مردم ما و مردم جهان هرگز جنگ هایی رو که این دولت ها در جهان و منطقه خاورمیانه مثل عراق، افغانستان، لیبی، یمن و از همه بدتر حمایتی که از نسل‌کشی اسرائیل برخلاف تمام ادعاهای دموکراسی و حقوق بشرخواهانشان راه انداختند و باعث کشته شدن و آوارگی بیشماری از مردم جهان شدن فراموش نمی کنند. نتیجه این جنگ ها، این حمایت از دیکتاتورها و بحران های سرمایه‌داری استعماری، مهاجرت های میلیونی به اروپا است که مردم برای رسیدن به کشورهای امجونشون رو به خطر میندازن و اروپا درها رو روی اونها میبنده و نمیگذاره که پناهجوها به پاشون به اروپا برسه و اونهایی هم که پاشون به اروپا میرسه مانع، یعنی خیلی بخش کوچکی که پاشون به اروپا میرسه با سخت‌ترین مشاغل و کمترین دستمزدها نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داری میشن و باید در حاشیه جوامع اروپایی زندگی کنن.
تا زمانی که ما نتونیم رابطه و در همتنیدگی تبعیضات جنسیتی، ستم ملی رو با بنیادگرایی مذهبی، استعمار و نژاد پرستی ببینیم، نمیتونیم یک مبارزه چند وجهی رو برای رسیدن به دموکراسی و برابری جلو ببریم. استعمار چه خارجی و چه داخلی اغلب رول نجات دهنده زنان کشورهای مستعمره یا ملت‌های تحت استعمار رو بازی میکنه تا فرهنگ خودش رو برتر نشون بده و از طریق غارت کشورهای، یعنی غارت منابع طبیعی کشورهای مستعمره و فروش تسلیحات و آوردن فشار بر گرده مردم کشورهای مستعمره، رفاه عمومی و برابری‌های لیبرالی برای مردم خود ایجاد میکنه. این چه در مورد استعمار داخلی صدق میکنه و چه در مورد استعمار خارجی صدق میکنه. در حقیقت همون کاری که آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان کردن و کاری که دارن با روژاوا میکنن. اونها به بهانه مبارزه با تروریسم، با نشان دادن یک چهره دروغین دموکرات از خود، بردن حقوق بشر و آزاد کردن زنان افغانستان رو بهانه کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن و بعد از 20 سال یه نیروی بغایت جنایتکار زن ستیز رو به قدرت رسوندن و زنان افغانستان رو بی‌دفاع در چنگ طالبان گذاشتن. بنابراین تموم قسمت آخر صحبتمه، ببخشید. در کشورهای چند ملیتی و چند مذهبی مثل ایران، وجود ستم‌های جنسیتی، ستم طبقاتی، ستم ملی و ساختارهای مرد سالارانه، نژاد پرستانه نه تنها مانع بزرگی بر سر دموکراسی در جغرافیای ایران است، بلکه چنین ساختارهایی به شکلگیری و رشد گرایشات ناسیونالیست محلی، شوینیسم فارس و تبعیض نژادی و رشد فاشیسم منجر شده که عمدتاً چنین سیاستی مورد حمایت دولت‌های پیشرفته و هم دولت‌های ارتجاعی منطقه قرار گرفته. به این ترتیب با استراتژی ناسیونالیستی، مذهبی و لیبرالی ما امکان نداره به دموکراسی، برابری و آزادی برسیم. مسئله اصلی اینه که چگونه عمل کنیم که پس از گذر از استبداد جمهوری اسلامی در بند استبدادی دیگه گرفتار نشیم. جنبش ژن آزادی این آگاهی رو به جامعه آورد که بدون تشکیل جبهه‌های فراملی و علیه هر گونه تبعیض، رهایی از دیکتاتوری، مردسالاری، دیگر جنسگرا هنجاری، نژاد پرستی، استعمار و تخریب محیط زیست ممکن نیست. حق تعیین سرنوشت برای زنان، کویرها و ملت‌های گوناگون در جغرافی ایران، آزادی و حقوق برابر برای زنان و خلق‌های ساکن ایران فقط میتونه تنها در یک جامعه دموکراتیک با یک سیستم خودمدیریتی فراملی قابل تصور و قابل تحقق باشه و تنها نیروهایی که این ظرفیت رو داشته باشن که مبارزات چند وجهی رو بر علیه سکسیسم، بنیادگرایی مذهبی، استعمار و نژاد پرستی پیش ببرن و شکاف‌ها و ستم‌های در هم تنیده رو در ایران به هم پیوند بدن، قادرن از دستاوردهای این جنبش حفاظت بکنن و این جنبش رو اطلاع ببخشن. خیلی ممنون ازتون. قربان همگی. با تشکر از رفیق اله صدر عزیز، ممنون. طبعا من چون الان ما بعد از صحبت چون 15 دقیقه استراحت داریم، فقط یه چند ثانیه یک کامنت راجع به فرمودن زمان رضا شاه. یک این که محروم کردن دیگر ملت ها از زبان مادری و اجبار کردن زبان، میدونید که زبان فارسی، و میگفت که شما نژاد آریایی هستید و اولویت دارید، یعنی این ما را به یاد هیتلر میندازه و زبان نازیسم که میگه که شما نازیسم ها از همه بهترید، برای اینا دلاراست بشید و این اشتباهه. اجبار در هر رنگش، در هر شکلش، به هر صورتش رده. این که حتی حالا چه در حجاب چه در غیر حجاب، شاید بپرسن خب اسدی یا عواطف ما ندیدیم حجاب داشته باشه، چرا الان شعله رو سر گذاشته؟ نام این شعله است در عربی.
این کلتور عربی ماست. این نیست به معنای حجابه. اگه یک سربند بذاره یا لچک در کردی یک زن کرد بذاره، این نیست که به معنای حجابه. این تکمیل کننده لباس و فرهنگ اون ملته. من با عنوان این اولش که یادگاری خدا بیامرز مادر منه، و بعد من به احترام مادرانی که این همه شیرزن رو بزرگ کردن، این که ما رو به این جامعه تحویل دادن، داریم برای وطنمون، برای حقوق زنان، برای حقوق وطن صحبت میکنیم. من احترام این رو نه برای حجاب بلکه برای اینکه این کلتور منه. شیله عربی رو پوشیدم. با تشکر از حضورتون. در آخرین جلسه امروز، در آخرین 4مین پنل کنفرانس 2 روزه در استکهلم، در خدمت 4مین پنلیست عزیزمان رفیق مریم فتحی هستیم. ایشون از دوران نوجوانی به فعالیت‌های سیاسی روی آورده بودند و به جنبش آزادیخواهی کردستان پیوسته بود. پس از مدتی مجبور به ترک ایران میشه و در باسک درسته و اسپانیا به فعالیت در حوزه فمینیسم اینترناسیونالیست و تشکل‌های حمایت از کردستان می‌پردازند. در سال 2014 به عنوان عضو دیپلماسی کژار در این حوزه فعالیت کرده و از سال 2020 و در 3مین کنگره جامعه زنان آزاد شرق کردستان کژار تا کنون به عنوان مسئول کژار در اروپا فعالیت می‌کنند. وی همچنین عضو کنگره ملی کردستان میباشد. با تشکر از حضورشون بفرمایید مایک خدمت شما. خیلی ممنون. منم خسته نباشید میگم خدمت همه رفقا. الان هست صدا؟ خسته نباشید میگم خدمت همه رفقا. خب 2 روز پربار رو ما پشت سر گذاشتیم، 2 روز رو با هم زندگی کردیم و این یک تجربه بسیار بزرگ در زندگی ما شد. برای کارهای آینده بسیار یاد گرفتیم از همدیگه و از همه رفقا. کمال تشکر رو دارم. پنل ما پنل آلترناتیو هست. بیشتر انقلاب ها هزینه شما زنا دادیم و آلترناتیو رو مردها ارائه دادن. وقتش هست که دیگه ما زنها خودمون بیایم و بگیم این پروژه ماست، این ایده های ماست و با یک جهانبینی زنانه اگه حتی نیاز هست یک تمدن تازه رو بنیاد بنهیم، ما این تمدن تازه رو بنیاد می نهیم، ولی به سیستم شکست خورده و مردودی که تا حالا نتونسته هیچ کدوم از مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جوامع رو برطرف بکنه ما هیچ چک سفیدی نخواهیم داد. برای همین خیلی ممنون رفقا. در واقع اون چرا که من میگم تجربیات و آموخته هایی است که سالهاست ما در آکادمی ژنولوژی و در تزهای جناب عبدالله اوجلان و همچنین در جنبش آزادیخواهی کردستان روی اون داریم یاد میگیریم و خودمون رو سازماندهی میکنیم و اون آلترناتیوی هست که الان جنبش آزادیخواهی کردستان در هر 4 بخش کردستان داره خلق خودش رو و زنان رو و جوانان رو و جامعه رو بر حسب اون و بر این پارادایم فکری سازماندهی میکنه. در واقع در ایران به نظر ما اگه بخوایم خصوصیات یک انقلاب رو در ایران بخوایم بررسی بکنیم، نه تنها در ایران، این رو میشه حتی در سطح گلوبال و حتی خاورمیانه هم به عنوان خصوصیات یک انقلاب که بتونه جوابگوی تمام نیازها و مطالبات ما باشه بخوایم ابراز بداریم، باید یک انقلاب دارای یک انقلاب واقعی، یک انقلاب ذهنی و فکری که بتونه ساختار نوینی از یک زندگی نوین برای انسانها با خودش به بار بیاره، باید 3 تا خصوصیت اساسی داشته باشه. با تمام مشکلاتی که ما داریم روزانه دست و پنجه نرم می‌کنیم، انقلاب باید ضد سیستم هزاران ساله مرد پدر سالاری باشه. این اولین و بنیادی ترین خصوصیتی هست که یک انقلاب نوین باید با خودش به همراه بیاره. یک انقلاب در زندگی امروز ما یک اجبار هست که اکولوژیک باشه، که حفاظت از محیط زیست رو در به عنوان ریشه خودش مورد تحقیق و تحقق قرار بده.
یک انقلاب باید دارای نیروی خودسازماندهی و خودمدیریتی دموکراتیک باشه. این سه خصوصیت نیاز هست که ما بهش بپردازیم تا بتونیم به عنوان تعریفی از یک انقلاب واقعی ارائه بدیم. برای همین انقلاب تنها تعویض حکومت‌ها، تنها تعویض لباس دولتمردان حکومت‌ها نیست، بلکه یک انقلاب باید دارای خصوصیاتی باشه که بتونه به ریشه سیستم هزاران ساله مرد پدر سالاری بزنه، بر ضد دولتگرایی، دینگرایی، ملیگرایی و تمام اون چه که مشکلات امروزه‌ای که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم رو به وجود بیاره، بتونه به ریشه تمام این مشکلات بزنه و بتونه یک طرح نوین و هم ادامه بده، یک شیوه‌ای از زندگی. تئوریسین فمینیست آلمانی هیت گوتر، نمیدونم اسمش رو درست تلفظ میکنم، یعنی گوتنر، میگه برای رسیدن به یک آلترناتیو مناسب باید از 3 مسئله گذر کرد. یکی از این مسائل آندروسنتریسم هست، یعنی مرد محوری. مرد محوری که ما میگیم باید ضد مرد پدر سالاری باشه این انقلاب. یکی آندروسنتریسم هست، یعنی انسان محوری. انسان محوری باعث شده امروز ما با یک کلاپس جهانی در مسئله محیط زیست و اکوسیستم روبرو بشیم. و یکی امپریالیسم ذهنیتی و سیاسی هستش. امپریالیسمی که همه ما قربانی اون هستیم، همه ما بدون شک، حتی انسان‌هایی که سال‌هاست مبارزه می‌کنیم بر علیه این امپریالیسم مبارزه کنیم، خودمون رو ازش پاک بکنیم، ولی باز آنقدر در ما نهادینه شده که در گفتار ما، در کردار ما روزانه باز اون رو باز تولید می‌کنیم و قدرت این رو نداریم 100% خودمون رو هنوز ازش پاک بکنیم. در برابر این امپریالیسم ذهنیتی و سیاسی باید برای رسیدن به یک آلترناتیو از این 3 مسئله گذر کرد. ولی برای گذار از این 3 مرحله یک مسئله هست که در تاریخ بهش پرداخته نشده. هیچ انقلابی، حتی انقلاب‌های سوسیالیستی، به صورت ریشه‌ای برای مقابله با اون نپرداختن و اون قدرت هست. قدرتگرایی و اقتدارگرایی مسئله‌ای هست که حتی اپوزیسیونی که روزی خودش رو دموکراتیک میدونه وقتی به مسند قدرت میرسه دیکتاتور میشه. نتیجه این ملیگرایی‌های امروزه در اسرائیل شد نتانیاهو، در روسیه شد پوتین، در ایران شد خامنه‌ای و در آمریکا شد ترامپ، در ترکیه شد اردوغان و در سرزمین‌های ما هم که تصاحب شدن. فردا اگر با این ملیگرایی مبارزه نکنیم، نه نسل کشی‌ها از بین میره و نمیتونیم تضمین کنیم که نسل کشی‌های نو و جدیدی به وجود نیان. برای همین مبارزه با قدرت، با هسته قدرت، با ذهنیت قدرت تنها راهی هست که میتونیم تضمین کنیم که به یک دموکراسی و حیات آزاد برسیم. ما خیلی از آنارشیست ها یاد گرفتیم. میخائیل باکونین میگه اگه تاج قدرت رو بر سر دموکراتیک ترین انسان بگذاری، طی 24 ساعت مبدل به یک دیکتاتور پست و فرومایه میشه. حتی ما زنها هم که قربانی، که قدیمی ترین و کهن‌ترین مستعمره و قربانی این سیستم هستیم، اگر قدرت رو بر سر به دست ما بدن، ما هم چون نتونستیم با اون سیستم قدرتگرا، اون ذهنیت قدرتگرا در خودمون مبارزه بکنیم. اما مشکلی که متاسفانه آنارشیسم داد این بود که پروژه آلترناتیو جایگزین رو نداد. نگفت که ما وقتی بر ضد این سیستم مبارزه میکنیم، این سیستم رو به کلی رد میکنیم، چگونه باید زندگی کنیم. ولی این چگونه زندگی کردن رو امروز ما میتونیم بگیم که با توجه به تجربیات تمام جنبش‌های آزادیخواهی جهانی و جمعی از تمام این تجربیات، گنجینه‌ای رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم و امروز دیگه در قرن 21 ما بتونیم یک آلترناتیو جایگزین رو ما بتونیم ارائه بدیم که در مقابل این سیستم به اون شیوه زندگی خودمون رو دوباره بنیان گذاری کنیم. رهبر اوجالان در مورد قدرت رو به 6 قسمت تقسیم میکنه، چون تعریف قدرت نیاز هست. حتی من گفتم حتی جنبش‌های سوسیالیستی اون چرا که بهش نپرداختن قدرت بود، چون اونها هم قدرت سوسیالیستی میخواستن. کسی به مسئله خود قدرت توجهی نکرد، کسی به مبارزه واقعی بر ضد خود قدرت نپرداخت. برای همین اگر بهترین دولت سوسیالیستی رو بخوایم کوبا رو به عنوان مثال بیاریم، کوبای امروز یک دولت ناسیونالیستی کوبا هست.
یک دولت ملیگرا هست. حتی کوبا هم به یک دولت ملیگرا تبدیل شد. حتی کوبا هم جوابی برای مشکلات جنسیتی پیدا نکرد. برای همین اگر به اون هسته قدرت نپردازیم بهتر از کوبا نخواهیم شد، حتی اگر بخواهیم یک انقلاب سوسیالیستی رو به پیش ببریم. 6 قدرتی که رهبر اوجلان از اون تعریف میکنه، یکی قدرت سیاسی هست، یکی قدرت اقتصادی هست. چون رفقا سرمایه‌داری که ما روزانه ازش بحث میکنیم فقط پول نیست، فقط سرمایه نیست، اون سرمایه فقط مادیات نیست، فقط حتی ماتریال هم نیست. سرمایه‌داری شکلی از قدرته که به تمام ابعاد خودش در زندگی ماها رسوخ کرده و زندگی ما رو با خطر جدی مواجه کرده. همزیستی مسالمت‌آمیز ما رو با خطر جدی مواجه کرده. بغضی رو در دل همه ما کاشته که گره کوری رو درست کرده که هیچ قدرتی رو یارای باز کردن این گره کور تا حالا نبوده. برای همین سرمایه‌داری رو باید توی این 6 قدرت ما دنبالش بگردیم: قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، قدرت ایدئولوژیک، قدرت ملی و قدرت گلوبال. متاسفانه اینجا فرصت نیست ما به یکی یکی این قدرت ها بپردازیم، ولی بدون شک می توانیم به عنوان سررشته سرنخی همه ما دنبال تشریح این قدرت ها بگردیم و اون رو در زندگی خودمون، در دولت هایی که حاکمیت میکنن بر سیستم ها، در جنگ هایی که امروزه تمام سرزمین ها رو به خاک و خون کشیدن، ما این قدرت ها رو بگردیم و پیدا بکنیم و ببینیم در کجای این قدرت ها ما قرار گرفته ایم و کدام یک از این قدرت ها بر زندگی ما تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته. در مقابل این سیستم و در سیستمی که ما زندگی میکنیم راهی به جز 2 نوع مدیریت وجود نداره. یکی مدیریت ذاتی هستش که جامعه خودش کاپاسیته و قدرت این رو داره که خودش رو مدیریت بکنه. طبیعت خودش قدرت مدیریت خودش رو داره اگر دستی از بیرون مداخله نکنه در اون. اکوسیستم حتی خودش قدرت مراقبت و زنجیروار یک پروسه زندگی عادی و نرمال رو داره اگه دست تکنولوژی صنعتگرایی انسان به اون تجاوز نکنه و اون رو استعمار و استثمار نکنه. بنابراین مدیریت ذاتی تنها راهی هست که اکنون در حال ما برای ایران آینده و برای سرزمین ها و ملیت هایی که مورد تحت ستم واقع شدن برای ما میتونه جوابگوی تمام مسائل اجتماعی و سیاسی باشه که ما باهاش دست به گریبان هستیم. و یکی مدیریت بیگانه هست، مدیریت بیگانه با اجتماع، مدیریت بیگانه با تاریخ ما، مدیریت بیگانه با سوسیولوژی اجتماعی جوامع ما. پنل جامعه شناسی بسیار پنل عالی بود برای فهمیدن اینکه یک مدیریت بیگانه هرگز نمیتونه جوابگوی نیازهای ما باشه و نمیتونه آلترناتیو مناسبی برای زندگی ما ارائه بده. چون اون در کنار اینکه خودش رو یک قدرت طبیعی جلوه میده، جامعه رو هم اغوا میکنه، تمام دستگاه‌های سرکوب و دستگاه‌های تبلیغاتیش رو هم به کار میگیره تا جامعه رو به اغوا ببره و مدلی رو که خودش میخواد به عنوان مدل مدیریتی که بیگانه هست که بر تن ما نمیتونه خودش رو جا کنه بیاد بذاره. حتی مدل دولت ملت رفرم شده اروپایی هم به درد سرزمین های ما نمیخوره. این یک واقعیتی هست که دیر یا زود ما باید اون رو قبول بکنیم، هر چه زودتر بهتر. چون هر چه زودتر این واقعیت رو قبول بکنیم، زودتر هم میتونیم به اون نتیجه دلخواه خودمون برسیم. برای یک راه حل تمدن دموکراتیک ما نیاز هست یک اتوریته دموکراتیک باشه، اما یک اتوریته دموکراتیک که تضمین بشه تمام دستاوردهای دموکراتیک زنان، جوانان، خلق‌ها و اعضای جامعه رو بتونه تضمین بکنه. این اتوریته دموکراتیک رو میشه از طریق قراردادهای اجتماعی، از طریق سازمانهای اجتماعی، از طریق مجلس‌ها، از طریق کمون‌ها، از طریق کوپراتیوها میشه اون رو ما بتونیم سازماندهی بکنیم و به این اتوریته دموکراتیک برسیم. این است فلسفه و پایه‌های تئوریک ژنژیان آزادی رفقا. توی 1.5 سال گذشته خیلی به مسئله ژنژیان آزادی در ایران به معنی واژه اون هر کسی اومد به میل خودش اون رو تعبیر کرد. هر کسی اومد
حتی خیلی ها خلاقیت به خرج دادن، به اون اضافه کردن، به این انقلاب ارزش اضافه کردن، اما خیلی ها اومدن خواستن ارزش های این انقلاب رو ازش بگیرن، توهیش کنن، براش بدیل درست بکنن و اون رو به بیراهه ببرن. اما خود پایه های تئوری ژینژیان آزادی پایه هایی هست که بر اساس مدیریت خودگردان، بر اساس دفاع ذاتی و حق خودسازماندهی جوامع بنیاد نهاده شده. ژینژیان آزادی فقط یک شعار نیست. ژینژیان آزادی یک فلسفه مبارزاتی، یک شیوه نو از زندگی کردنه و نیازهای ویژگی‌های ساختاری این سیستمی رو که خودش میخواد بنیاد بنه حتی روشن کرده و وقتش هست که ما اینها رو بگیم ژینژیان آزادی این ساختارش. ژینژیان آزادی بر اساس ایدئولوژی آزادی زن، پارادایم آزادی زن رو ارائه میده. ژینژیان آزادی بر بنیان نهادن مؤسسات اجتماعی یک خودمدیریتی رو ایجاد میکنه. نباید از اینا ترس داد رفقا. برای یک آلترناتیو تازه نیاز به جسارت سیاسی هست. ما باید جسارت سیاسی داشته باشیم و برای این تغییر نترسیم، از ادبیات نو نترسیم، از گفتمان نو نترسیم، از شیوه نو زندگی کردن نترسیم. از این نترسیم که واقعا نیاز به دولتگرایی نداریم، به یک سیستم دولتی نداریم. جامعه خودش هم میتونه خودش رو مدیریت بکنه و اگر قرار دولتی هم باشه، دولت پلوس دموکراسی باشه و منتخب مستقیم مردم باشه با تمام تنوعاتشون. دولتی که وظیفش باشه این تنوعات رو حفظ بکنه، نه اینکه یک ارتش سلسله مراتبی تشکیل بده برای خفه کردن این تنوعات، برای از بین بردنشون، برای آسیمیلاسیون، برای نسل کشی. و در واقع برای مسئله اکولوژی و محیط زیست بومشناسی اجتماعی رو پیشنهاد میکنه. چه راهی بهتر از این که تک تک افراد جامعه برای زندگی خودمون، برای آینده بچه هامون، برای این اکوسیستمی که در حال از بین رفتن هست، به شیوه نهادی و ریشه‌ای سعی کنیم به مبارزه بپردازیم. چون پروژه هایی که سیستم سرمایه داری میخواد ارائه بده برای مسئله محیط زیست هم نمیشه. بر منطق دولتگرایی مسئله محیط زیست چاره یابی نمیشه. این رو باید صراحتاً باید هم بهش اشاره بکنیم، هم اونو درک بکنیم. مسئله اکولوژی تنها از طریق بنیاد نهادن مؤسسات بر اساس یک پارادایم فکری اکولوژی اجتماعی قابل حل هست. دولتگرایی نمیتونه مسئله اکولوژی رو حل کنه. وقتی از 200 کشور جهان نماینده های این کشورها در یک جایی جمع میشن تا برای محیط زیست جهانی تصمیم بگیرن و تمام اونها با هواپیمای شخصی به این جلسه میرن، اینها چجوری میتونن مسئله محیط زیست رو حل بکنن؟ وقتی آماده نیستن از انرژی که مصرف میشه در این اروپا کم بکنن، وقتی مسئله اکولوژی رو تنها در آفریقا و خاورمیانه به دنبالش میگردن، در حالی که سرچشمه مصرفگرایی و مشکلات محیط زیستی خود همینجاست، آدرس اشتباه دارن بهمون میدن رفقا. برای همین ما باید دنبال آدرس درست برای مسائل حتی اکولوژی و مسئله محیط زیست بگردیم. و مسئله دفاع مشروع هست رفقا. ژینژیان آزادی تمام ارتش‌های سلسله مراتبی دولت‌ها رو رد میکنه. کدام یک از این ارتش‌ها برای حفاظت واقعی از خلق‌ها بود؟ جنگ اوکراین، جنگ عراق، جنگ افغانستان، جنگ فلسطین، جنگ هایی که توی آمریکای لاتین هست، جنگ هایی که به آفریقا کشیده شده، تمام تجمعاتی که برگزار میکنن، تمام گروه هایی که دارن درست میکنن، از آستانه تا اتحادیه اروپا، از اتحادیه اروپا تا تجمع هایی که در آمریکای لاتین برگزار میشه، کدوم یک از اینها صدای ماست؟ کدوم یک از اینها صدای خلق هاست؟ کدوم یک از اونها فقط ارتشایی هم که درست کردن فقط برای جنگ هست. حتی گروه های نظامی هم که در کشورهای دیگه درست کردن برای جنگ های غیر مستقیمی هست که با هم دیگه دارن و تنها آماج اونها حفاظت از قدرت خودشون هست. قدرت این جنگ بین قدرت ها و جنگ بین الیت های قدرتگراست. جنگ بین ما ملیت ها نیست، جنگ بین ما زنان نیست، ولی میخوان اون رو به ما بقبولانن که این جنگ ماست. میخوان ما قربانی بدیم برای این جنگ ها. وقتش هست که بگیم نه، این جنگ شماست و ربطی به ما نداره این جنگ ها. برای همین اولین قدم رد کردن ارتش سلسله مراتبی دولت هاست.
ما هیچ ارتش سلسله مراتبی رو برای آینده ایران قبول نخواهیم کرد. صراحتاً اون رو میگیم. چون هیچ ارتش سلسله مراتبی که توسط دولت‌ها درست شده باشه نتونسته از هیچ خلقی حفاظت بکنه. تمام اونها کارشون شده نسل کشی و قتل عام و خونریزی و فروش اسلحه و دزدیدن نفت و منابع زیرزمینی. یکی از بنیان‌های دیگه مبارزه بر علیه بنیادگرایی هست. نیاز واقعی ما در ایران یک نیاز بسیار اورژانسی هست که ما به مسئله بنیادگرایی در ایران بپردازیم و بر علیه اون مبارزه بکنیم از هر نوعش و به جای اون فرهنگ صلح میان ملیت‌ها، میان زنان و میان تنوعات جامعه رو گسترش بدیم و اتودموکراتیزاسیون جامعه هست. این اتودموکراتیزاسیون و این مدل مدیریتی با قراردادهای اجتماعی، با رسیدن، با اقناع کردن همدیگر بر قوانین دموکراتیکی که می‌خواهیم اون رو در جامعه خودمون نهادینه کنیم، برای آموزش به کار ببریم و اون رو یک آلترناتیو نوین از درون اون بیرون بیاریم، از طریق این قراردادهای اجتماعی و این گونه میشه یک کنترل دموکراتیک رو هم داشته باشیم. کنترل دموکراتیکی که به سرزمینی ختم بشه که در آینده زندانی نداشته باشه. ما باید به این فکر کنیم رفقا که در آینده زندانی نداشته باشیم. نه فقط اعدام نداشته باشیم، زندان نداشته باشیم. بتونیم یک راه چاره دیگه بیاندیشیم. زندان اهانت به وجود انسانه. شکل تنبیهیه که دولت ملت‌ها با خودشون آوردن، که قدرت گراها با خودشون آوردن. یک شیوه سرکوبه. باید به جامعه‌ای فکر کنیم که عاری از زندان باشه، که دموکراتیک باشه، که اکولوژیک باشه، که بر اساس رهایی زن و آزادی زن تمام جامعه رو به آزادی و رهایی برسونه. دنبال برابری حقوق با مردها در سیستمی که خود مردها بزرگترین قربانی هستن راه چاره ما نیست. فقط وقت تلف کردن هست. دنبال این که به یک سری حقوق شخصی برسیم اما ایران رو در دایره سیستم مرسالاری سرمایه‌داری نگه داریم راه چاره نیست. راه چاره این هست که خودمون با توجه به سوسیولوژی جامعه خودمون به یک سیستمی که فلکسیبل باشه، که دموکراتیک باشه و بتونه اگر در کردستان به شیوهی میتونه مدیریت رو پایه‌ریزی بکنه، در بلوچستان با توجه به سوسیولوژی و تاریخ بلوچستان بتونه اون رو در کردستان شاید مسئله اکولوژی بسیار مطرح باشه، در سرزمین دیگه مسئله زنا بسیار مطرح باشه. همه اینها گنجینه هایی از مبارزات هستن که میتونیم از هم دیگه یاد بگیریم و بر مسائل دیگه هم اون سرزمین ها رو ما بتونیم سازماندهی بکنیم. آلترناتیو بحث بسیار مهمی هست رفقا و وقت من هم بسیار کم هست و باید من هم تموم بکنم، اما همینو میگم که اگر میخوام معنی واقعی ژینژیان آزادی رو بگم، اون چه که سالها زنان در کردستان بر این معنا دارن خودشون رو سازماندهی میکنن، اون چه که سکینه جانسس در پاریس بر سر اون ترور شد، اون چه که ناگهان آکارسل در سلیمانیه به خاطر اون ترور شد و اون چه که شیرین علم‌هوری رو باره دار به توسط جمهوری اسلامی فرستاد. ما با ژن بر علیه بردگی قیام کرده ایم. ژن قیامی هست بر علیه بردگی که مادر تمام بردگی هاست، که پدر تمام بردگی هاست، که ریشه تمام بردگی هاست، بردگی زن. و ژن به این بردگی، بر علیه این بردگی قیام کرده. واژه ژن در ژینژیان آزادی. با ژیان در مقابل مرگ می ایستیم. ژیان در کردی یعنی زندگی. هر مرگی، در مقابل هر مرگی، نه فقط مرگ فیزیکی، در مقابل مرگ اجتماعی هم باید با ژیان بایستیم و با واژه آزادی در مقابل سکسیسم اجتماعی خواهیم ایستاد. اون رو از ریشه خواهیم کند. این هدفی که ژینژیان آزادی به دنبال اون هست و در مسیر این مبارزه ما هم مثل کجار، مثل جامعه زنان آزاد شرق کردستان آماده هستیم، آماده پیشاهنگی، آماده ایجاد یک تور همکاری، یک تور همبستگی، یک تور سولیداریته و ایجاد سازمان ها و گشتن به دنبال مکانیزم هایی که بتونیم بر اساس این پارادایم و پارادایم های دموکراتیک دیگه ای که سازمان ها و زنان آزادی خواه بر روی آن دارن خودشون رو سازماندهی میکنن و خودشون رو آماده میکنن که
بتونن در این انقلاب سهمی داشته باشن و در این انقلاب سهمی دارن و برای ایجاد یک سیستم کنفدراتیو نه فقط در سطح کردستان بلکه در سطح جغرافیای سیاسی ایران و حتی در افغانستان، در پاکستان، در خاورمیانه و حتی در سطح جهانی هم اون چه که وظیفه ماست و بر روی شانه های ما میفته ما انجام بدیم برای ایجاد این سیستم. و ما دعوت میکنیم از تمام رفقا، از تمام زنان آزادی خواه که برای ایجاد این تور دموکراتیک، این سیستم کنفدراتیو، هممون با احساس وظیفه و با احساس این که میتونیم نقشی بزرگ در اون ایفا کنیم به هم دیگه بپیوندیم. خیلی ممنون.